این پسر سفید پوست کفشای هادی چوپانو وسط آمریکا پیدا میکنه و حسابی شوکه میشه، اما قلدر محله سری کفشا رو از دستش میقاپه و میندازتشون روی سیم برق. همون شب پسر و دوستاش میان تا کفشا رو بردارن، اما یهو یه رعد و برق همزمان به پسر و کفشا میزنه و پسر در حالی که کفشا رو بغل گرفته میفته روی زمین. روز بعد پسر چند تا بلیط میخره تا با دوستاش برن بسکتبال تماشا کنن. توی تایم استراحت تیما مسئول سالن میاد و اعلام میکنه هر کدوم از تماشاچی‌ها که اسمش در بیاد و بتونه توی یه بازی تک به تک با قهرمان بسکتبال جهان 3 امتیاز ازش بگیره، 85 میلیون تومان جایزه میگیره. اونا قرعه کشی میکنن و در کمال ناباوری اسم پسر بیرون میاد. همه وقتی قد کوتاه پسر رو میبینن فکر میکنن حتما میبازه، اما پسر توی یه چشم هم زدن 2 امتیاز از بازیکن حرفه‌ای میگیره. بازیکن که اینو میبینه حسابی عصبانی میشه و آماده میشه تا پسر رو ببره، اما